ویدیو میخوایم با هم نیمه دوم الفبای زبان انگلیسی رو یاد بگیریم. امیدوارم بخش اولو خوب تمرین کرده باشید. 13 تا اولی رو یاد گرفتیم. میریم سراغ 14مین حرف زبان انگلیسی که حرف N هستش. کپیتال N، اسمال N. N صدای ن داره. For example nest. 15مین حرف زبان انگلیسی حرف O هستش. کپیتال O، اسمال O. For example octopus. 16مین حرف زبان انگلیسی حرف P هست. کپیتال P، small p. For example panda. p فقط صدای پ داره. panda. 17مین حرف زبان انگلیسی حرف q هست. capital Q، small q. q صدای ک داره. ک. For example quiet. 18مین حرف زبان انگلیسی حرف r هست. capital R، small r. r فقط صدای ر داره. For example rabbit. 19مین حرف زبان انگلیسی حرف S هست. capital S، small s. S صدای س میتونه داشته باشه. For example sun. صدای ز هم میتونه داشته باشه مثل تو کلمه nose. 20مین حرف T هست. capital T، small t. T فقط صدای ت داره. For example target or tiger. 21مین حرف زبان انگلیسی حرف U هست. capital U، small u. For example umbrella. 22مین حرف زبان انگلیسی حرف V هست. capital V، small v که صدای و داره. For example van. 23مین حرف زبان انگلیسی حرف W هست. capital W، small w که اون هم صدای و داره ولی یکم تو گلویی تر. و. For example water. 24مین حرف زبان انگلیسی X هست. capital X، small x. For example xylophone. 25مین حرف زبان انگلیسی حرف Y هست. capital Y، small y که صدای ی داره. For example yo-yo. و آخرین حرف زبان انگلیسی حرف Z هست که ما توی امریکن بهش میگیم Z، تو بریتیش Z هم میگن. capital Z، small z که صدای ز داره. For example zebra. مرسی از این که تا اینجا دنبال کردین ویدیوها رو و کل الفبای زبان انگلیسی رو یاد گرفتین. اینا رو خوب حتما برای خودتون یک جا کامل بنویسید و تمرینشون کنید و برای من کامنت کنید اسمای قشنگتون رو به زبان انگلیسی بنویسین.